سلام علیکم هموطنان عزیز. درباره چی گفتم شما درباره محو بیسوادی از بعد همین پشت خوردن SSR از سال 1991 تا سال 1999 بود 2000 همین خیلی در چیز تاجیکستان محو بیسوادی وشتگی بود روزدگی بود. یک تا مدیری مکتب شبانه در بیمارخانه دوشنبه خشمون در неврологические отделения تحتگی خشمون خبرگیریش رفته بودم. بعد همونجا بودن در پالات قدیم خشمون خواب بود و همون گفت که من چی هستم در مدیری مکتب شبانه هستم در شهر دوشنبه طرف شاه منصور ده گفت شاه منصور طرف زیلیون اونجا مکتب داریم گفت خدا یادم نیست در شهر ده جوجه. بعد گفت چیست رقم تلفنش مرا داد این سال 2022 بود. گفت که همین خیلی گفت ما هم آدمایی که مکتب میونه رو با آخر نرسوندگی ان اینا گفت از سال 1991 سر شده تا 2000 ساله هم تصنیف 5 خوندگی خلاص تصنیف 6 خوندگی ان یا خلاص تصنیف 7 خوندگی ان حتی تصنیف نه خوندگی نیستن تصنیف 11 اون طرف بسته هم رو گفت ما وای کدگیم سراغ میکنیم گفت با واسه مکتب با واسه شما مثال میتیم رقم تلفن کی دیگه هست هم آدمو بیاین داکومنتشون سپارن ما توری میکنیم مکتب میاره دمو شبانه میخونن میگیرن اتستاتی کسی اتستات نمیخوان بخواد تا نه میخوان کسی اتستات 11 بخواد تا 11 میخوان با وجود چیان روش کن کورسای ایلوواگی بعد سی نه رنگ училище برنده مثل تیار میکنن یک سال سوان خالی یعنی که ما به سعودی همین قدر باش دیگه الان حاضر ببینین که آدمایی که مکتب نمیخونن دیگه نمیتونن که استاتین نمیخونن قانون تاجیکستان عادت معارف خود سخت است تاجیکستان ده الان که ببینین که کی نمیخونه کسی که نمیخونه در نزد قانون جوابگر میشه برای که تصنیف اینه حتمی است تصنیف اینه حتمی است خواندن در با قانون وزارت معارف صنف 10 11 اختیاریه کسی که صنف 9 برای باید یگان کالج داخل شود اگر کسی که تصنیف 11 خونه و جایی که بخونه نخونه با او کسی کار نداره لیکن تصنیف 9 حتمی است صنف 10 11 اختیاری است لیکن کسی اگر نه میبره باید یگان کالج داخل شود آن خلاص برای همین ما به سعودی از بین رفتگی از الحمدلله لیکن در سال وقت اساس از سال 1960 تا سال 1970 در کوچه ما دخترها کار نمیمونن خوندن تمام وقت نمیخوندن و میدن در کوچه ما همه ملت بودن کمروی هویتی کمسامولو تاجیک بودی غربی این ملت‌ها که نوبر کردن شما کو انا مینا دختراشون نمیمونن خوندن انا بودم یونیو بودن کلوبیو بودن دیگه چیزا ملت‌ها بودن اینا دختراشون میخوندن اینا بعد از مدیر رحمتی فهمیده بود وقتی که اپای کلانی من وقتی مکتب میرون دگونوش هر چی میگن وایش میکنن تو مکتب میخواد دختر به معنی شده گفته گیرونش میکنه روش میکنه بعد مدیر رحمتی من وای میکنه معلم کی میگه میگه که خیلی دختری ما که مکتب میره یک هفته تا یک هفته هم دگونوی همسالش دکومنتش توقع میکنه مکتب برامونش میکنه اگر نه دختری من مکتب نمیره چی دختری من تو مکتب میرفته این دختری مرا چی میکرده مثلا پیسخان زده مسخره میکرده مثلا تصور میکنید در وقت استر خوندن حتمی بود تصنیف 8 چقدر که نواز قانون تاجیکستان قبول کرده تصنیف این حتمی انا وقت اساسر تصنیف 8 حتمی بود بعد 19 اختیاری بود حتی گودکارشون تصنیف 8 نمیمونده بس نمیخونن بعد یعنی بعد میکوبان که کی کار کردگی عرضه عرض کردگی که مدیر میگه که من عرض کردگی میگم زنکو مدیر ما یگان چی کرده نمیتونن یه در ویدیو با فکر گفتگیم شما اگر که گفته باشم این تکرار میشه جمعی تکرار مدیر دونیش برای محوی سعودی باید ما دویم باید بگیم بعد باید مدیر ما را یگان جنگ نمیکنه با مدیر ما برای که مدیر ما گفته بودم شما کو گفتگی بودم یا گفتگی نبودم گفتگی بودم نبودم مدیر ما که همه هنراشون که داشته هم توی معرکه‌هاشون که میسو چقدرگی بود همه توی معرکه‌هاشون مدیر ما چی میگن تعامپز کوپا و کوپاچوشون چی میگن پورا میکردگی لباس عروس دیگه زبانشون کوتاه هیچ گفتن نداشتن مدیر ما را که ما یکی باشه ما گپ نداریم همین یعنی که ما به سعودی در همه عصر بودگیه چی در وقت اساسر چی بعد استقلال نکیم حاضی جناب عالی خدا عمری درازش بده جناب عالی پیشروی ملت رئیس جمهور جناب امالی شریف رحمانوف قانون زور برآورده یکی خواندن حتمی است برای هم دختر و هم پسر بله خواندن حتمی است این خب پرزیدنت باشه کنی بینیم کسی که نخونه پرزیدنت ما خداوند سالش نه قانون زور
чикадаги қабул кардаги нисбат яъне хондану илм гирифтан. бале дуо бояд ақш кунем ки худованд солим боша, умри дарозу барака худо насиб гардона барои раиси ҷумҳур пешвои миллат ҷаноби оли эмомали шариф раҳмонов. иншоалло дуогӯ ҳастем. хоб лайк монда, подписаться ва падис фаромӯш накунед.